سلام رفقا، امیدوارم عالی باشید. داخل این ویدیو میخوایم بک تست طلا رو داخل 16 ژانویه بگیریم. در قدم اول اینو خدمتتون عرض کنم که معاملات همگی بر اساس اسکلپ گرفته میشه. TPI کوچیک، تعداد معاملات بالا، هرچی موقعیت معاملاتی ببینیم چه سود چه ضرر میگیریم و مشخص میکنیم که پایین روزمون مثبت بسته میشه یا منفی. بریم از همینجا شروع کنیم. ما از روز قبل دوستان، من اینجا هیچ سطحی نداشتم، بر فرض اینکه هیچ سطحی نداریم داریم شروع میکنیم. لایو بازارم نیست که بگیم آینده چجوری، داریم بک تست میگیریم. وقتی بک تست میگیریم یعنی آینده رو داریم، اما اینجا بدون هیچ گونه دیدگاه، یعنی من اینجا هم دنبال بای هستم هم دنبال سل بر اساس تیپسایی که میبینم. با سوگیری معامله نمی کنیم، میخوایم بازدهی واقعی رو ببینیم، نمیخوام بازدهی فیک ببینیم. با دیدن آینده بشینیم بک تست بگیریم بعد بریم داخل ریل بازار ببینیم زمین تا آسمون فرق میکنه. مورد بعدی، تمام طول روز از صبح تا شب رو میگیرم. حالا یه سری افراد هستن صبح سشن آسیا کار میکنن، سشن اروپا کار میکنن یا آمریکا کار میکنن. هر کس داخل سشن خودش میتونه تطبیق بده. امیدوارم براتون مفید باشه. بریم شروع کنیم. در قدم اول من اینجا یه سقف داشتم که دیگه اینجا میدونید حجم معاملات به شدت پایینه، نمیتونستیم معامله خاصی بزنیم، اما ما هر موردی میبینیم میتونیم برای خودمون مشخص کنیم. در قدم اول ببین، ما اینجا یه فشردگی قیمت دارم. این فشردگی قیمت از هر طرف شکست میتونم وارد معامله بشم. یه جورایی یه رنج برای من ساخته. این باکس رنجی که اینجا ساخته منتظر شکستش هستم. اولویت با نزول یا صعود طبیعتاً با صعود. چرا؟ چون که روند گذشته من صعودی بوده. کاری نداریم دوستان، ما گفتیم اصلاً کاری نداریم آینده چه اتفاقی داره میفته. خب اینجا گفتیم دنبال صعود هستیم، متاسفانه صعودی اتفاق نمیفته و ریزش میکنه به سمت پایین. ما دنبال یک کندل بریک هستم برای فروش. اینجا کندل بریک اتفاق افتاده، داخل این کندل اینجا اتفاق نیفتاده تا کجا؟ خب یه خورده چارت هم بزرگتر کنیم. و هیچ کندل بریک من اینجا ندارم وارد معامله فروش بشم، پس صبر میکنم میاد اینجا یه ناحیه دیگه برام تشکیل میده، یه ناحیه دیگه که از اینجا برگشته. دوستان ببینید، حالا این ناحیه یه خورده پایین‌تره، این حالا به قولن رفته به استقبالش، زودتر رفته به استقبالش. ببینید روی مووینگ اوریج اومده یک کندل نزولی خوب با مصرف نقدینگی این پشت برای ما شکل داده. این میتونه برای معامله وارد بشه، اما ریسک بالایی داره. چرا؟ چون که هنوز این کف ما از دست ندادیم. از اونجایی هم که میخوایم معاملاتمون تمام معاملات در نظر گرفته بشه و احساساتم درگیر باشه، این معامله رو من میگیرم، طبیعتا میگیرم و تیپی 2 هم میشه. شانسی بود، این کاملا شانسی بود. ما انتظار این چنین حرکتی نداشتیم، اصلا انتظار داشتیم از اینجا بیاد نهایتا از روی این کف برگرده. مورد دیگه، اینجا من معامله گرفتم، تارگت اولم این کف دیگه، یه حدود تقریبا 1.5 تو این مایا. شاید براتون سوال باشه من بر تارگت 1 قرار کار کنم، تارگت 0.5 قرار کار کنم؟ نه، شما بر اساس تیپسایی که میبینید میتونید تارگت 2 3 به بالا کار کنید، اما من اینجا موظف هستم تمامشو با هم دیگه بررسی کنیم. خب قیمت اومده ریزش کرده، به یه مووینگ ما اینجا برخورد کرده. حالا این مووینگ من از قبل بوده 278، دوست داشتی برای خودتون اضافه کنید. روی طلا حرکت‌های خوب میتونید ازش بگیرید. خب یه خط رود من اینجا داشتم داخل این ناحیه، ببین قیمت اومده از روی مووینگ اوریج هم برگشته. گفتیم ما دنبال صعودش هستیم، یعنی پس ذهنمون صعودش رو داریم، پس بیشتر دنبال معاملات بای هستیم. اینجا دیگه دنبال معاملات سل نیستم من، چون که میدونم این باکس رنجی که اینجا تشکیل شده هنوز نشکسته. آخرین کف معتبری که داشته اینجا بوده که نتونسته متاسفانه بشکنه. بیایم اینجا ببینیم تیپس بعدی چیه. یه ترند لاین داشتم، برخورد اول ریزش خوب، برخورد دوم به صورت اصلاح زمانی رسیده به این ناحیه و ریزش، یه حرکت 75 پی پی داشته. برای حرکت سوم ببینید قیمت به این صورت داره میاد پایین،
عذرخواهی میکنم داره میاد بالا تا به این ناحیه برسه. بچه‌ها اینجا یه ناحیه تصمیم گیری فوق العاده مهمه برای من معامله گر، برای منی که دارم اسکلپ میکنم. چرا؟ هم یه برخورد سوم دارم. بس برخورد سوم عموما میدونید بیشترین حرکت ها، چه شکستش چه برگشتش، بیشترین حرکت و بزرگترین حرکت ها رو داره عموما. بچه‌ها نگفتیم همیشه، قطعی نیست، تحلیل همش. عموما بیشترین حرکت رو داره. وقتی میاد داخل برخورد سوم ترند لاین رو اینقدر قوی میکشه، به علاوه ترند لاین 2 تا مووینگ 20 و 50 همون هم قطع میکنه، میتونیم اینجا وارد معامله خرید بشیم. اولی معامله خرید داخل همین نقطه اتفاق میفته. معامله خرید بعدی در صورتی که میگم ریسک نکردین، اینجا نگرفتید، پشت این ناحیه اتفاق میفته و با شکست کدوم، با کلوز کدوم کندل؟ این کندل. دقیقاً اینجا وارد معامله میشیم. تی پی مون کجا میشه؟ تی پی دوستان این سقفی که اینجا داریم در نظر بگیرید شما، این سقف تی پی ما، اولین تی پی ما. تارگت 1 میشه، 2 میشه، اینجا تصفیه حساب میکنیم، خارج میشه. من معامله گر تیکه به تیکه وارد معامله میشه. یه جا نمیخوام از این اول بگیرم نمیدونم 50 پیپ برم بالا. من 5 تا معامله 10 پی پی 20 پی پی بگیرم بستم برای یه روز. من اسکالپر اینجوری هستم. خب برخورد داشتیم، شکست و منتظر چی؟ پول بک. پول بک به کجا؟ پول بک به این نواحی شکسته شده. اینجا شکسته شده که یه سری خریدار هست. ببینید قیمت اومده یک بار، عذرخواهی می‌کنم، یک بار، 2 بار اینجا برخورد داشته. دفعه سوم بچه‌ها اینو من برخورد نمیگم، تلاشا میگم، مثلا یه تلاش، 2 تلاش، 3 تا تلاش. 3 تا تلاش خیلی خوب داشته که بخواد از اینجا قیمت حرکت کنه بره بالا و اینجا باز یه موقعیت خیلی عالی، ناحیه خرید برای من ایجاد میکنه. مورد بعدی بیایم اینجا. آیا من اینجا وارد معامله میشدم؟ نه. چرا باید وارد معامله بشم وقتی که هیچ کلوز بالاتری ندارم؟ هیچ کلوز بالاتری نداده. تا کجا؟ تا این ناحیه. بله این کندل برای من یک کلوز بالاتر داده، بالاتر از 2 تا کندل قبلش. گهگاهی ما نمیتونیم مثلا این حالا کلوز مثل اینو در نظر بگیریم، باید کلوز این ناحیه هم در نظر بگیریم، اما اینجا ما این 2 تا کندل قبلی برامون اونقدر حائز اهمیت هست. استاپ کجا میشه؟ استاپ شما به 2 صورت میتونی کار کنی. فست اسکالپ بذاری، استاپ هم بذارین پشت این کندل. تی پی 2 هم باید بلافاصله، تی پی 2 یا این سقفی که از این ناحیه داشتیم بلافاصله باید خارج بشی. خارج نشدی اوکی، صبر میکنیم میای استاپتو میخوره. خیلی هم راحت بچا. اینجا هیچ کس نه تعارف داریم نه شوخی داریم، میخوایم با هم دیگه پول در بیاریم. وقتی بحث پول در آوردن باید جدی باشیم. خب اینجا استاپ معاملت رو نبستی، طمع کردی، میاد داخل این کندل استاپتو میخوره. استاپتو خورد، معامله خرید یکی دیگه انجام میشه. معامله خرید یه شخص دیگه که این دوتا رو به هم دیگه وصل کرده، از اون طرف شکست این سقف رو داره، انتظار برگشت داره و داخل این ناحیه یک کندل بیرونی فوق العاده عالی روی مووینگ 50 بعد از شکست این ناحیه، روند صعودی، سقف بالاتر هم اینجا برامون تشکیل داده. وارد معامله. قیمت ارزانی هست. قیمت رو فقط در صورتی که ارزانه ما میخریم. قیمت گران نمیخریم. اینجا نمیخریم. ارزان بود میخریم. یا برعکسش ارزان نمیفروشیم. من اینجا قیمت ارزان اینجا نمیفروشم. من تو قیمت گرون فقط میفروشم. تو قیمت ارزون هم میخرم. مثل معامله گری داخل بازار واقعی دیگه. شما میری یه ماشین میخری، نمیری که ماشین رو با قیمت بالا بخری. ماشین رو باید با قیمت پایین بخری. خب این از این. کلوز انجام شد. ببینید چه کلوز زیبایی. از این طرف یه شادو، 2 تا شادو، 3 تا شادو، هیچ کلوز بالاتری نداشتیم. یه کندل اومده بالا و پایین 2 تا کندل رو زده. وقتی کندل بیرونی میبینید یعنی روند قبلش رو کلوز کرده. روند قبلش چی بوده؟ نزولی بوده. روند نزولی وقتی کلوز کرد اینجا وارد معامله میشیم. وارد معامله خرید میشیم. دوستان اینم بگم اینجا یک کندل بیرونی داشتیم قبل از این حرکت، میتونستین اینجا معامله فروش بگیرید، اما کجا بود؟ اینجا بود که ما توضیح دادیم. کجا؟ دقیق یادم نیست. گفتیم 2 تا کندل قبلش رو کلوز کرده. بله اینجا ببینید اینجا کندل قبل رو کلوز کرده، اما این کف براش خیلی نزدیکه.
ما تا کلوز این کندل برای فروش باید صبر کنیم. اگر صبر نکردی گرفتی فدای سرت، اینجا یه استاپ میخوری. استاپ مثل نقل و نبات میخوری اینجا، باید بهش عادت کنیم. خب گفتیم معامله اینجا گرفته میشه با تارگت چی؟ تارگت اول این سقف. اما وقتی دیدی قیمت رسید به این ناحیه دیگه تارگت این سقف نداری، به سودات اجازه رشد کردن بده، نه بندش الکی از صبح نشستی پای بازار چشم درد گرفته یه معامله گرفتی یه موقعیت خوب وارد شدی، نه بندش. خب میایم جلوتر، دوباره چه اتفاقی میفته؟ دوباره برمیگرده قیمت، این سقف شکسته شد، انتظار برگشت قیمت داریم. اینجا دوستان ما اسکالپریم، دنبال معامله فروش هم هستیم. در چه صورت؟ در صورت که یک کلوز پایین این محدودا به من بده. 1 2 3 4 5 6 7 تا کندل پشت سر هم هیچ کلوزی، 8 تا کندل پشت سر هیچ کلوزی پایینتر به من نداده. هیچ کلوزی پایینتر به من نداده. خب حالا بیاین یه تیپس دیگر رو اینجا داخل همین حرکت ها با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید اینجا ما یه لگ داشتیم، بازار به صورت طولک حرکت میکنه A B C A B C. گرفتین چی شد؟ لگ اول، لگ دوم. قیمت به لگ دوم رسید، من از معامله‌ام باید خارج شوم. اجازه نمیدم بیاد اصلاحش سودایی که گرفتم و ازم بگیره. سودا برای منه، این پولا برای منه. خیلی اینجا باید بچه‌ها حریص باشید، تمکار باشید. روی 1 قرون پولتون، $1 نمیدونم 1000 تومان پولتون باید تعصب داشته باشین. گفتیم لگ اول اتفاق افتاد، لگ دوم ببینید این اصلاحه تا کجا اومده. پیپ اندازه بگیریم ببینیم چند پیپ، تقریبا 130 پیپ این حرکت داشته. اصلاحش چقدر بوده؟ اصلاحش از 130 پیپ تقریبا 550، یه چیزی هولوش اگر فیبو بندازیم عدد 618 رو برای ما نشون میده. یعنی روی عدد 618 روی مووینگ 50 یه کندل بیرونی دیدی وارد معامله شو. تارگت اول این سقف، تارگت دوم لگ دوم. این دیگه یه خورده سوینگ تور میشه دیگه. شما اینجا ساعت 11 میگیرید تا تارگتت بخوره ساعت 1:30. من خودم اونقدر اعصاب و حوصله ندارم که بشینم پای بازار 2 ساعت بشینم پای بازار تا ببینم چه اتفاقی میفته. خب قیمت میاد بالا. ببینید اینجا من یه ترند لاین دارم، برخورد اول، برخورد دوم، برخورد سوم، داخل برخورد چهارم. اینو نمیتونیم، حالا این دوتا رو میتونیم یه برخورد بگیریم، لگ اولش لگ دومش. گرفتین چی شد؟ طولگا دارن پشت سر هم تشکیل میشن. بازار اینقدر قشنگه، بازار اینقدر روی حساب کتابه، به شرط این که ما یه خورده احساساتمون رو بتونیم کنترل کنیم. خب کندل شکست داخل این ناحیه، گفتیم 1 2 3 این 3 تا اینجا و این چند تا اینجا. ببین چه کلوز قشنگی پایینش داده. این کلوز رو من وارد معامله میشم، کلوز وارد معامله میشم، استاپو این پشت میذارم. یه خورده استاپ هم اینجا دوستان استاپو بزرگتر میذارم. دلیلش چیه؟ حالا جلوتر باز بهش میرسیم، مورد دیگه بعد توضیح میدم کامل. آقا اینجا من وارد معامله شدم، اولین تارگت هم رسیدن به مووینگمه. آقا مووینگ 50 اینجاست، اولین تارگت. شاید روی این پین بار خارج شده بودم، شاید ریسک فری خورده بودم. من اسکالپرم آقا، روند سعودیه، ما قرار در جهت روند بیشتر معاملاتمون بشه. بیایم جلوتر ببینید قیمت چه قشنگ دوباره میاد داخل این ناحیه. یه ترند لاین داریم دوستان، همینجا شاید یه معامله فروش دیگه هم من میگرفتم با کلوز این مووی، میگفتم خب اوکی طولگمو داخل این دو تا حرکت تمام کرد، اینجا میخوام برم برای یه اصلاح عمیق‌تر. اما تا وقتی که این کفو من از دست ندادم اجازه ندارم که دیدگاهمو تغییر بدم. از اونجایی که اسکالپر هستم اینجا در حد مثلا برای این تارگت یه سل میگرفتم که مجددا داخل این ناحیه شاید یه سل دیگه هم میگرفتم. ببینید دوستان ما معامله گریم، ما قراره هر معامله دیدیم بگیریم. وقتی شما معامله رو نگیری عملا تحلیلگر میشه دیگه، تحلیل کردی داری 4 تا نگاه میکنی. معامله گری بگیر، نمیگم تمام معاملات رو بگیر، اونو یک تیپس هایی که میبینی بر اساس استراتژیت هست. از دل همین ویدیو بهتون قول میدم بالای 10-20 تا استراتژی فقط میتونید در بیارید، فقط کلیپ ها رو مستمر نگاه کنید. خب اینجا برخورد اول، برخورد دوم، برخورد سوم، سومین برخورد دوستان
یه پین بار خیلی قشنگ وارد معامله فروش میشیم. میاد تیپی 1، ما تیپی 1 که دیگه نمیبندیم، حداقلش تیپی 2، برمیگرده استاپ میخوره. ببینید من اینجا 3 تا معامله داشتم، حالا این یکیش تیپی 2 رو داد، کار نداریم. 2 تا معامله پشت سر هم ضرر داشتیم. دلیلش یه چیز بود، خلاف روند ترید کردن. یعنی من خلاف روند ترید کردن رو بذارم کنار، از هر مثلا اینجا 5-6 تا معامله داشتیم، 2 تا استاپه از بین میره. چقدر داخل استراتژیم کمک میکنه. همین نکات کوچیک هست. یه دفعه میبینی شما یه نکته کوچیک رو داخل استراتژی لحاظ میکنی، نتیجهش یه چیز قولی میشه، اصلا یه چیز خیلی باحالی میشه. خب قیمت دوباره میاد اینجا، یه ترند لاین داشتیم، ترند لاین پین بار نتونست بشکنه، دوباره بچه‌ها این کندل فول بادی، من عاشق این کندلم. این کندل رو به 2 صورت میتونی وارد بشی. من این قسمت ها رو پاک کنم. اولا ببینید چه قشنگ این سقفی که پین بار درست کرد و برای ما کلوز کرد. چه کلوز قشنگی. به 2 روش میتونی اینو وارد معامله بشی، یا اینکه همین کندل کلوز کرد وارد معامله بشی، استاپ زیر کندل. اگر خیلی میخوای ریسک کمتر کار کنی اینجا که یه خورده حالا فاصلهش زیاده، من خیلی پیشنهاد نمیکنم. همین کندل خودش به اندازه کافی میتونه از ضرر ما محافظت کنه، یه حد خوب بشه. یه مورد دیگه میتونی آقا 50% این اوردر بکاری که اینجا نگرفته. استراتژیت آقا، من خیلی یار میشناسم استراتژیون همینه، 50% کندل بریک لیمیت میذارن، قیمت برگشت بهش میگیره میره بالا، نیومد معاملش نمیگیره. عذرخواهی میکنم. خب مورد بعدی، اینجا سقف داشتم، من گفتم وارد معامله شدم با هدف این سقفه. داخل این سقف تیپس دیدم که قرار برگرده، معامله میبندم. اسکالپریم، گفتیم که سری باید معاملاتمون حد ضرر سودامون رو مشخص کنیم، بریم به کارمون، به بقیه زندگیمون برسیم. خب قیمت اومده اینجا یه پین بار داده به بچه‌ها. این پین بار قوی نزولی نیست. اگر این بدنه مشکی بود یا قرمز بود، حالا دیفالتش قرمز بود، میگفتیم بله، اما این قرمز نیست، این سبزه. پس میگیم هنوز خریدار قدرت داره. از اون طرفم وقتی اسپایک شروع بشه، کفای من اینجا باید مشخص باشه دیگه. من اینجا چند تا کف بندازم. این اولین کفم بوده. خب یه خورده سایزش رو تغییر بدیم. خب سایز از همین گوشه باید تغییر، نمیدونم چه جوری شده. خب کار نداریم، همینو کپی میکنم میذارم. ببینید اینجا یک کف اول، کف دوم، وقتی اسپایک شروع شد تا وقتی که زیر کف کلوز نداده، اسپایک ادامه داره. این دیگه حالا چیزایی هست که داخل آموزشاتون امیدوارم دیده باشید و اساتید خدمتتون عرض کرده باشه. ببینید وقتی که کلوز پایین این کف به من نداده، من میتونم اسپایکمو نگه دارم. ببینید چه زیبا. خب یه نکته معامله گری بچه، ببینید داخل این موقعیت ما یه کندل بیرونی داشتیم، گفتیم کندل بیرونی روند قبلیش رو تموم میکنه. حالا سوال اینجاست، روند قبلی این چیه؟ صعودیه؟ نه، روند قبلی این کندل نزولیه. اینو بریم داخل یه دقیقه نگاه کنیم متوجه میشیم اینجا یه روند ریزشی داشتیم. پس اینو حواستون باشه، کندل قبلیش خودش یه رونده. خب مورد بعدی، قیمت اومد اینجا داخل این ناحیه ها در حال بازی کردن و یه تریدینگ رنج کثیفی برای ما شکل میده. اینجا سقف تریدینگ رنجمون، اینجا هم کف تریدینگ رنجمون. تا زمانی که این پایین یک کلوز نداشتیم، انتظار اینو نداریم که قیمت ریزش کنه بالا. از اون طرفم ببینید ما بازار تو لگ داشتیم دیگه، اینجا لگ اول تمام شده، لگ اول بازار رو یه خورده، گهگاهی بیاین چارت رو عقب‌تر، یعنی زوم اوت کنید دوباره نگاه کنید. ببینید من لگ دومم هنوز تموم نشده، وسط لگ دوم هستم، پس نمیبندم اینجا معاملمو. حالا میگم معامله سوینگمونه، معامله اسکالپ که اینجا بسته میشه. با این اولین شادویی که این پایین دیدم میدونم بازار یا میخواد درجا بزنه یا میخواد ریزش کنه. دیگه اعصاب و روامون رو نمیذاریم که اینجا بخوایم سرش ریسک کنیم. یه رنج خیلی کثیفی، ببینید این شادوها خودش نشان از خریداراست.
از این طرف نشان از فروشنده هست اما خیلی کمه. یه بار بهشون نفوذ میکنه، ریزش میکنه، میاد پایین. دوستان این کندل بریک من میتونم بگیرم بیام پایین. این کندل بریک هست، ولی برای این کندل ما اینجا سطح مهمتر داریم. از کندل برای ما این سطح مهمتره، سطحی که نزدیکش هست. اگه این سطح مثلا اینجا بود میگفتیم اوکی، آره احتمال ریزش هست، اما این سطح هم اینجاست. بعدم این شادویی که از پایین داره خودش نشون میده که فعلا قیمت قراره بره بالا. قیمت دوباره میاد همینو کامل میپوشونه، قیمت میره بالا، دوباره یه ریزش دیگه. ریزش بعدی نگاه کنید چقدر زیبا، چقدر زیبا میاد تا مووینگ اوریج چند 50 روی تایم فریم 5 دقیقه. همین حرکت هم بخوایم حساب کنیم یه تو لگ داخل دلش داشته. این لگ اول، لگ دومش یه خورده حالا کوتاه‌تر شده. خب به این صورت قیمت رسید این بالا. آقا قیمت رسید تو لگم رو تکمیل کرد داخل این محدوده. وقتی تو لگ تکمیل شده، الان اینجا تو لگ یه تو لگ اینجا داشتیم که حرکت بعدی تو لگ جدیدش شد. این خودش میتونه یه لگ دیگه باشه. بچه‌ها یه خورده حالا روی بازار داخل بازار کار کنید متوجه میشید. من دیگه از طلا انتظار یه حرکت 334 پی پی دیگه ندارم که. طلا همین میانگین حرکتش همین بوده، داده برای امروز کافیه. مورد بعدی بیایم اینجا تارگتمون زده شده. حالا هر ورودی که اینجا داشتیم دیگه اینجا باید خارج بشیم. معامله جدید داخل این ناحیه‌ها میگیریم نه. حالا میگم یه خورده خواستیم شیطنت کنیم، اینجا میتونیم یه معامله بای بگیریم با کلوز این. استاپ همین پایین. استاپ پایین محدوده دوستان. پایین کندل نمیذاریم اینجا، چون که کندل بریکمون این بوده، استاپش اینجا میشه. عملا ارزشی نداره که داخل اون کندل قبلی هم میاد چیز میکنه. قیمت میاد بالا و از اینجا ریزش میکنه. ما هیچ گونه تعصبی روی روند نداریم. ما تعصب روی پول داریم. اینجا یه روند جدید شکل میگیره. برخورد اول، برخورد دوم، داخل برخورد سوم. ببینید چه زیبا. به این قشنگی و زیبایی میاد این ترند لاین شکسته میشه. ترند لاین شکسته میشه و وارد یه روند کوچیک نزولی میشی. روند کوچیک نزولی از اینجا شروع میشه. خب من میتونم اینجا وارد معامله فروش بشم. گفتیم ما تمام معاملات رو اینجا با هم دیگه بررسی میکنیم. حالا یکی شاید اصلا دوست نداشته باشه بگیرتش. اینجا وارد معامله میشم. اولین خریدم داخل این محدوده، فروشم داخل این محدوده، دومین فروشم هم داخل این محدوده. ببینید با استاپ این پشتاله خورده ایمن‌تر کار کنیم که داخل این قسمت دیگه بازار آخر شب بوده و بسته میشه. حجم معاملات میاد پایین میره برای روز بعد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. ببین معامله گری همینه، دنبال زیر بغل مار نگردید. این تیپس ها رو با هم دیگه یه 2 تا 4 تا کنیم تا چند روز بعد به امید خدا میریم برای لایو بازار. روزانه بازار رو به صورت لایو ترید میکنیم و لایو میذارم خدمتتون که بتونید نتایج بهتری بگیرید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. معامله گری همینه بچه، دنبال چیز دیگه نباشه، دنبال سبکای مختلف، روش‌های مختلف. هر روز یه استاد یه مدرس میاد به یه اسم جدید یه دوره جدید میده، اینا رو کامل ول کنید. همون حالا مطالب بیسیک و پایر که یاد دارید بیاد این تیپس ها رو هم باهاش چیز کنید. اینا همش استراتژی. حالا باز روزهای بعدم میایم بررسی میکنیم. امیدوارم ویدیو براتون مفید باشه. کانالو سابسکرایب کنید. تو اوج ببینمتون.